تو این ویدیو میخوام راجع به فاجعه فصل 4 سریال زخمه‌کاری صحبت کنم. اگر این سریال رو ندیدید به نظرم بهتر این ویدیو رو نگاه نکنید، چون این ویدیو اسپویل 4 فصل رو با هم داره. فصل اول سریال که تموم شد به نظر من همونجا باید پروندهش بسته میشد، به خاطر اینکه آرک داستانی هر کدوم از اون شخصیت‌ها به بهترین شکل ممکن بسته شده بود. زمانی که فصل اول تموم میشه ما ببینیم که شخصیت مالک، شخصیتی که در قسمت‌های مختلف فصل اول میگفت که من به خاطر بچه‌هام دارم دست به این جنایات میزنم، به خاطر بچه‌هام دارم اینقدر کلاهبرداری میکنم، به خاطر اینکه اونا اون حسرت‌ها و عقده‌هایی که من توی دوران کودکی کشیدم و اونا نکشن. این چیزی بود که خودش با زبون خودش میگفت. اما من به نظر من اینطوری نبود. به عنوان مثال وقتی که مالک با اون شخصیتی که هانیه توسلی نقششو بازی میکرد وارد رابطه شد، خب این چه دخلی داشت به بچه‌های تو فقط می‌خواستی عقده اون نشنیدنت، عقده اون احترام نذاشتن خانواده حاج عمو رو نسبت به خودت بگیری. حالا در کنار اون شاید به فکر بچه‌هات هم بودی، ولی انگیزه اصلی مالک به نظر من همین بود. و در آخر سریال مالک به خاطر فرزندش میثم و همسرش سمیرا خودشو فدا میکنه و این واقعا بهترین چیزی بود که میتونستیم داشته باشیم. هم تاوان کارهای بدشو پس میده، همین که یه جورایی انگار به رستگاری میرسه. خب بخوام آرک میثم هم بگم، میثم از یه شخصیت ناپخته احساساتی تبدیل شده بود به یه مردی که آماده بود از مادرش محافظت کنه، آماده بود مسئولیت‌های جدیدی که زندگی به دوشش میندازه رو به عهده بگیره. این هم باز خیلی زیبا بود و خیلی قشنگ بود. یا سمیرا، هممون میدونیم که سمیرا چه آدم روانی بود تو سریال و چه آدم سنگدلی بود. در واقع سمیرا اون کسی بود که مالک رو به این مسیر پر از خون و پر از جنایت هدایت کرد. در پایان هم سمیرا به سزای اعمالش رسیده بود، مثل مالک. یه جورایی میتونیم بگیم که عدالت در حقش اجرا شد. اما سریال اینجا تموم نشد. خب فصل اولش که اومد حسابی ترکوند، حسابی بازدید بالا گرفت به خاطر همون چیزایی که گفتم و اونا تصمیم گرفتن که فصل دوم رو بسازن. با شروع فصل دوم سریال با کله سقوط کرد. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که یکی از ستون‌هایی که سریال رو در فصل اول جذاب نگه می‌داشت بازیگری فوق‌العاده جواد عزتی در نقش مالک بود. خب ما در فصل دوم مالک رو اصلا در چند قسمت نداریم و اون نقشایی هم که داره خیلی حضور کمرنگ و بی اهمیتی داره. این میتونه یکی از اون دلایلش باشه. مورد دیگه هم این بود که شخصیت‌های جدیدی رو به سریال معرفی کردن، اما شخصیت‌ها زیاد دوست داشتنی یا جذاب واسه مخاطبا نبودن. کلاً زیاد با هیچ کدوم از اون کاراکترها ارتباط نگرفته بودن. نتونستن کاری کنن که کاراکترهای جدید توی دل مخاطب جا باز کنن. حالا به کاراکتر طلویی بپردازم تو فصل 3 به عنوان ویلن اصلی داستان. به نظر من خیلی نتونستن این کاراکتر رو خوب از آب در بیارن. یعنی مثلا شاید بعضی از مخاطبین به خاطر مرگ میثم از دست طلویی ناراحت شده باشن و دوست داشته باشن که میثم مالک انتقامش رو بگیره. خب طبیعیه، خودم هم دوست داشتم طلویی بمیره، اما اونا واقعا میتونستن مثلا کاری کنن که بابا طلویی خیلی آدم کثیفیه. یعنی مثلا من وقتی به طلویی و مالک نگاه میکنم زیاد تفاوت زیادی بین این دوتا آدم نمیبینم. به نظر من اگر میخواستن اونا بهتر عمل کنن میتونستن واقعا طلویی و یه آدم کثیف‌تر یا آدم خبیث‌تر از مالک نشون بدن. این به نظر من خیلی به جذابیت سریال کمک میکرد. توی فصل سوم ما احساس همزاد پنداری بیشتری با کاراکترهایی که توی فصل دوم معرفی شدن پیدا کردیم. همچنین مثلا کاراکترهایی که به فصل سوم اضافه شدن مثل همون رفیق مالک که توی امارات بود و به خاطر مالک اومد تهران، اون خیلی زیباتر بود به نظرم و در مجموع اوکی بود فصل سوم. کارگردان این فرصت رو داشت که در پایان فصل اول سریال رو ببنده و واقعا کاری کنه که این سریال توی ذهن مخاطب به عنوان یه سریال به یاد ماندنی ثبت بشه، اما این کارو نکرد. به نظر من بهتر بود پرونده زخمه‌کاری داخل همون قسمت آخر فصل اول برای همیشه بسته بشه. اما بعد از آخرین قسمت فصل سوم اونجا واقعا فرصت مناسبی بود که کارگردان تمومش کنه. یعنی ما واقعا نیاز به فصل 4 نداشتیم. شاید مثلا کارگردان می‌خواست بگه که خب مالک این همه جنایت کرده، این همه آدم کشته، این همه زندگی‌ها رو خراب کرده، اون باید مثلا به سزای اعمالش برسه و در پایان فصل 4 می‌بینیم که به بدترین شکل ممکن به سزای اعمالش میرسه. اما خب اگه کارگردان سعی داشت همچین پیام
خیلی واقعا این پیام واقعا خیلی بچگانه است به نظر من، چون ما توی دنیای واقعی میبینیم که خیلی از آدما نهایت کثافتکاری رو میکنن و واقعا هم کل طول عمرشون رو دارن به بهترین شکل ممکن سپری میکنن. به نظر من زیاد دادن همچین پیامی لازم نبود و اگر کارگردان میخواست این پیامو بده، سمیرا هم دقیقاً به همون اندازه مالک و چه بسا بیشتر مرتکب جنایت شده، مرتکب کار کثیف شده. چرا سمیرا مثلا اونطور نبود؟ و این کلا به نظر من واقعا اصلا ساخت فصل 4 ضرورتی نداره. بعد اصلا ما میدونیم که مالک و سمیرا سالهای زیادی با هم زندگی کردن. بعد مالک بعد از اون شکلی که اونطوری سمیرا رو کتک میزنه، اونطوری سمیرا رو تحقیر میکنه و باهاش بازی میکنه، سمیرا رو ول میکنه به امان خدا. یعنی اصلا نمیگه که این زن شاید بخواد از من انتقام بگیره، یا اصلا نمیاد بگه که بابا این زن به خاطر اون کینه‌ای که از حاجمو و خانواده‌اش داشت 20 سال منتظر بود تا از اونها انتقام بگیره. بعد چطور تو همچین ظلمی رو در حقش میکنی، بعد اصلا ولش میکنی به امان خدا؟ یا وقتی که میبینی رد پای یه سری اتفاقات رو توی زندگیت میبینی که یه نفر میخواد بهت آسیب بزنه، اصلا شک نمیکنی که سمیراست. حتی همسرت هم بهت میگه بابا این سمیراه، تو اصلا به فکرت میگی نه سمیرا این کارو نمیکنه. بعد مثلا دقیقاً به خاطر چی داری همچین حرفی میزنی؟ میبینیم که بیماری مالک هم بیماری روانیش خیلی بدجور اوت میکنه و واقعا واسم سواله، مثلا تو این همه سال انقدر تو بیماری روانی تو اوت نکرده بود، الان که مثلا ازدواج کردی و میخوای به قول خودت یه زندگی جدید شروع کنی، یهویی مثلا انقدر بیماری روانی زد بالا و از اینجور داستان. بعد پس قسمت آخرش که به نظر من وقتی فهمیدم قسمت 9 فکر کنم بود، قسمت آخره واقعا شوکه شدم. یعنی چی؟ تو یه دونه به خاطر یه دونه عکس میری همسرتو میکشی، اونم چون فکر میکنی بهت خیانت کرده. خب تو مثلا قبل از اینکه بخوای بکشیش میتونی بپرسی تو چه غلطی کردی، با این پسر چه سر و سری داری، اصلا همون عکسو بهش نشون میدادی، میگفتی داستان این عکس چیه، همینطوری الکی کشکی زدی طرفو کشتی. خیلی احمقانه بود بدون اینکه باهاش یک کلمه حرفم بزنی. تو آدمی هستی که یه امپراتوری اقتصادی رو گرفتی، تصاحب کردی، با کلی آدم بازی کردی، چه شکلی اصلا این به مخت نرسید؟ واقعا فصل آخرش خیلی احمقانه بود، مخصوصا اونجا که مثلا میگه که اون یارو دستمالچی به اون روانپزشکی میگه که چرا مثلا مردی که عاشق زنش بود همسرشو کشت. خب بعد مثلا اونجا اون طرف میگه که به خاطر بیماری روانی بود که داشت. خب باشه بیماری روانی داشته باشه، باز به هر حال اونقدر عد نکرده بود. یعنی به نظر من واقعا عجیبه و واقعا پایان بندی خیلی مزخرفی داشت. حتی به نظر من اگه می‌خواستم مالکو به سزای اعمالش برسونن، بهتر بود که تو همون کارگردان همون مسیری رو میرفت که در انتهای فصل اول رفت، یعنی مالکو به یه رستگاری میرسون بعد میکشتش. یا مثلا بگه مثلا مالک به خاطر اینکه از همسرش و بچه تازه مثلا به دنیا آمدهش بخواد محافظت کنه، جون خودش رو فدا کرد. این به نظر من خیلی قشنگ‌تر بود تا اینکه تو بخوای همچین داستان بدیو بدی. ما در فصل 2 و 3 دیده بودیم که همسر دوم مالک برای خودش گرگیه، اما این گرگ در فصل 4 تبدیل شده بود به یه سگ کوچولویی که از همین خانومای محسن همراه خودشون بیرون میبرن. یعنی واقعا اصلا این تغییر شخصیت خیلی غیر قابل درک بود. از فصل 4 سریال زخمه‌کاری اگر انتقاد و پیشنهادی دارید لطفاً توی بخش کامنت ها بنویسید که من کیفیت ویدیوهامو بهتر کنم، واقعا ممنونتون میشم. اگرم از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، اگر از ویدیو بدتون اومد دیسلایکش کنید و میتونید کانال منم سابسکرایب کنید، یه سری بهش بزنید. بخش کامنت ها بنویسید که حستون نسبت به فصل 4 زخمه‌کاری چیه. ممنون که ویدیوتون تا دیدید و تا ویدیوی بعدی بدرود.